سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه آموزش دیگه. امروز می‌خوایم با هم یه غذای نونی فوق‌العاده خوشمزه ولی خیلی راحت و درست کنیم. موادی که اینجا لازم داریم بادمجون که من برشش دادم، میذاریمش توی آب نمک تا ترکیش گرفته بشه. گوجه، 3 قاشق غذاخوری رب، 3 عدد سیر، ادویه‌ام که نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و فلفل قرمز. اگه خواستید تند باشه فلفل قرمز رو استفاده کنید، اگه نه میتونید حذفش کنید. من این یه نکته‌ای هم بهتون بگم، برای اینکه بادمجونا تو روغن کمتری رو به خودش بگیره، موقعی که دارین سرخش میکنین بهش ماست بزنین که روغن کمتری رو جذب خودش کنین. بریم که با هم دیگه این مواد رو آماده کنیم. که داغ شد بادمجونا رو میذاریم سرخ بشن. اون طرفی هم که ماست زدیم میزنیم. حالا دوباره به این طرف دیگرش هم ماست میزنیم. بادمجونا هم سرخ شدن، میذاریمش توی دستمال آشپزخونه تا روغن اضافیش گرفته بشه. حالا سیرامون رو که خورد کردیم، 3 تا سیری هم که داشتیم سرخشون میکنیم. خیلی سیرا نباید سرخ بشه، در حد یه تفت دادن کافیه، چون سیر زیاد سرخ بشه تلخ میشه. سیرا که سرخ شدن یه مقدار، 3 قاشق ربی که داشتیم اضافه میکنیم. این رب هم حسابی تفت بدین تا بوی خامیش از بین بره. حالا ادویه‌مون نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و فلفل قرمز هم اضافه میکنیم. اینا هم قشنگ تفت میدیم تا به خورد هم برن و حسابی سرخ بشه. حالا وقتی که ربا سرخ شد کم کم آب جوش بهش اضافه میکنیم. حتما هم از آب جوش استفاده کنید. یه مقدار آب میریزم که این ربه باز بشه. حالا دونه دونه زیر گازم کم میکنیم. دونه دونه بادمجونی که سرخ کردیم میذاریم توی قابلمه. این غذا فوق العاده خوشمزه. میتونیم با برنج هم این غذا رو بخوریم. اگه میخوایم با برنج بخوریم یه مقداری بذاریم سسش بیشتر باشه. اگه نه با نون میخوایم بخوریم که بذاریم آبش غلیظ‌تر بشه. گوجه‌ای هم که وسط حلقه خورد کردم میذارم کنارشون. حالا دوباره یه مقدار آب جوش میریزم تا اونجایی که یه مقدار روی بادمجونا رو بگیره. درش هم میذاریم نیم ساعت با حرارت پایین بمونه تا حسابی جا بیفته.
اینم از بادمجون گوجه خوشمزه ما، فوق‌العاده شده. بریم یه خورده ازش بکشیم. اینم از بادمجون گوجه خوشمزه ما. امیدوارم درست کنین و لذت ببریم. ممنونم تا آخرین ویدیو همراه من بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.